سلام به اولین ویدیو من. خیلی خوش اومدید. خوشحالم که اومدم تو یوتیوب و قراره بقیه فعالیتم رو اینجا بکنم. دوستای قدیمی و حالا فالوورای قدیمی میدونن که من یه مدت طولانی تو اینستا بودم ولی نتونستم اونجا به خاطر شرایط اینستاگرام ادامه بدم. قراره تو این چنل کلی آموزش‌های خفن، چه عکاسی، چه تولید محتوا، چه ادیت، حتی کارهای هنری مثل نقاشی و حالا چیزهای مختلف قرار داشته باشیم. نمیدونم چی بگم، واقعا اولین بار دارم اینجوری صحبت میکنم. خیلی هیجان زدم. قبل از هر چیزی باید بگم که تو این ویدیو قراره یه آموزش تابلوی تکسچرم با هم دیگه داشته باشیم. خیلی وقت بود دوست داشتم انجامش بدم. گفتم حالا که میخوام این تابلو رو درست کنم بیام با شما درست کنم و یه آموزش کوچولو هم داشته باشیم. وسایل مورد نیاز رو ببینیم، بعدم بریم سراغ معرفی من و کارم و همه چی. وسایل مورد نیاز: یه بوم، این درزگیرا و یه قلم و حالا من یه دونه هم از این چیزا داشتم. اسمش چی بود؟ از اینا. اسمش کاردکه، یادم اومد. بیارمتون بالای زده. 2 hours later. من بازم کلم نیست جان. Later. خب پس از تلاش‌های فراوان این پشت چسبونکیه. اینجاهاش چسب داره، با همین چسبه میچسبونیم رو خطوطی که کشیدیم دستی. قیچی یادم رفت. نکتهش اینه که اینا رو که میچسبونیم این لبه های بالا رو هم بچسبونیم. از اینجا شروع نکنیم، قشنگ از بیرونش شروع کنیم. برای درست کردن تابلوهای هنری تکسچر نیاز نیست که پیش زمینه هنری داشته باشین. هر کسی میتونه با الهام از محیط اطرافش و با داشتن متریال مناسب اثر هنری منحصر به فرد خودش رو خلق کنه. تابلوهای تکسچر میتونه به هر فضایی زندگی و بعدی جدید ببخشه. توجه به بافت و نوع طراحی این تابلو هم کلید موفقیت توی این هنر زیبا هستش. وای دارم آتیش میگیرم. تا این یه خورده چسباش خوش میشه من برم یه نهار بخورم برگردم. فعلا اینجای کار رو ببینید چه شکلی شد. بریم که رنگش کنیم. دیگه اول رنگ کرم رو درست کنیم. من این پلتای رنگم رو هیچ وقت نمیشورم، دوست دارم اینجوری رنگا با رنگ میشه. رنگ سفید استفاده میکنیم. میریزم اینجا و یه کوچولو رنگ قهوه‌ای. بچه‌ها رنگ کرم کنسله. الان یه ذره این زیاده، یه ذره از این قهوه‌ایه رو میزنم توی سفیده. یه کرم ناناسی درستش کنیم. پس از تلاش‌های فراوان واقعا داره خوشگل میشه. تا رنگ میکنم بریم سراغ معرفی. من یلدام، 23 سالمه. رشته تحصیلیم تو دانشگاه و هنرستان فوتوگرافیک بوده. گرایش عکاسی و کارهای هنری همیشه یه بخش مهمی از زندگی من بوده. هم حالمو خوب کرده، هم باعث پیشرفت و شکوفایی من شده. هدف من از درست کردن این چنل منتقل کردن این حسای خوب به شماست. این بافت پلاستیک ها خیلی قشنگ شده، واقعا دوستش دارم. خب دیگه تابلو من تقریبا تموم شدش. رنگش رو زدم، لکه گیریش هم کردم.
قلمو من گذاشتم تو آب که دیگه برم بشورمش. قلماتون رو بشورین که عمر بیشتری بکنه. و اینکه مرسی تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم از اولین ویدیو و ولاگ من خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی همراه منین. بوس به تک تکتون. خداحافظ.